از اول ماه می سال روان بخشیده به روز جوانان و 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام گوشه و کنار مملکت با اشتراک دایره وسیع جوانان چاره‌بینی‌های فرهنگی، فراغتی و ورزشی به نقشه گرفته شده گزارده می شود. از جانب دانشجویان کالج و لیتسی‌های شهر تورسونزاده نیز چاره‌بینی فرهنگی فراغتی تحت عنوان شام جوانان تشکیل و گزارده شد که در آن جوانان با نمایش برنامه‌های جالب اثبات نمودند که تحت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امام رحمان وطن عزیز خود را دوست می‌دارند و برای پیشرفت آن سهم می‌گذارند. همچنین در چاره‌بینی از طرف جوانان نمایش هنرها، برنامه‌های جالب، صحنه‌های دیدنی، سرود و ترانه‌های وطن‌دوستانه نمایش داده شد. اکثر دانشجویان ما در برابر کسب و هنر و دانش و سواد خوب داشتنشان باز مهارت و ملکه شعرخوانی، استعداد رقصیدن، سرودخوانی، بدیهه‌خوانی را نیز دارند و خیلی که امروز همه ما مشاهده کردیم در حقیقت هم قلب‌های آنها لبریز شادی و سرور بود، نگاهشان دنیای مهر بود. واقعا برنامه خیلی و خیلی هم جالب و رنگین گذشت و ما کوشش میکنیم که در آینده چنین چاره‌بینی‌ها رو بیشتر آماده سازیم و همه ما خوب میدونیم که شکرگزاری از آن میکنیم که امروز ما در فضای دوستی و برادری، آبادکاری و سازندگی، صلح و امانی و تنجی و آسودگی تاجیکستان عزیزمان عمر به سر میبریم. همین است که نورسان و جوانان شهر تورسونزاده جواباً به غمخوری‌های حکومت مملکت مخصوصاً اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امام رحمان تمام سعی و تلاش خویش را به دانش اندوزی، انتخاب کسب و هنرهای معاصر، آبادی و پیشرفت سرزمین اجدادی، حمایت وطن، رشد علم و تکنیک و بنیادکاری روانه ساختند. از طرف خوانندگان لیسه برنامه فرهنگی کنسرتی ترتیب داده شده. در آن از تمام مناطق کشور علی میگیرند برآمد میکنند. لیسه تصمیم گرفته است که در جشن جوانان که در تمام سراسر کشور جشن گرفته می شود و قطار آنها این جشن را به طریق شکوه با خاص پیشواز گیرد. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر تورسونزاده با برنامه آماده نموده جوانان بهای خوب داده آنها را باز هم در روحیه وطندوستی و خویشتن‌شناسی، مهر و صداقت به وطن دعوت نمودند. همینطور چاره‌بینی‌های فرهنگی و فراغتی و ورزشی جوانان تا درگاه در موضع‌های زیبای شهر با اشتراک وسیع جوانان ادامه کرد.